گفتم چی شد تو محمد دید چشا 6 تا شده. من احمقو بگو، فکر کردم به خاطر ریخت و لباس محمده که ترسیده. خیلی برام زور داره از یه بچه رکب بخورم، بعد جور حالشو میگیرم. کارمانی فقط پلیس کوفت تو هم هرچی میشه ای پلیس. زنگ بزنیم به پلیس چی بگیم؟ بیاد اینجا بگیم مهمونی بوده؟ بگیم این دختره کی بوده؟ با ما چیکار داشته؟ اینجا چیکار میکرده؟ بابا چه خبر تو هم شلوغش میکنی؟ اینجا یه تولد ساده بود دیگه، تولد پدرام بود. بعد میام پدرام. نه بابا، خبر مرگم تولد من بوده. عجب دنیاییه. امروز 8 تیره، یکی تولدشه، یکی دیگه هم میخواد بره دادگاه مهر زنشو بده. عجب بدبختی داره خدا. یا خدا، این دیگه کیه؟ میگم ننه آقاتن صبح زنگ زده بودن. مگه گفتن داریم میایم؟ پس چرا هیچی نمیگی؟ اگه اونا چرا زنگ میزنن؟ صابخونه که کلید داره. شاید این پسر محمد یه چی جا گذاشته اومده ببره. بابا بجن برو ببین کیه. چرا کپ کردی تو؟ بابا واسه چی مثل ماست وا رفتی؟ خب شاید اونا نباشن. خاله ما هر وقت زنگ میزنه میگه داریم میام که آقا گن نزنه. اگه اونا باشن چیکار کنم؟ میگم بیا بریم یه هوایی بخوریم. بفرما اومدن. شماره مامانمه، پشت درن دیگه. برش کن. جواب بده. جواب بده. قولش نکنی. آقا وایسا ببینم چیکار میکنن. جواب بده. چی میگی این وسطو؟ بده ساکت. سلام مامان، خوبی؟ آره خوب. نه آره درس میخونم. آره نه دستشویی بودم. نشنیدم صدای زنگ در. ببخشید. الان شما پشت درید؟ نه مامان، این محمد بود. خب بعد قرار بود بیاد اینجا با هم درس بخونیم. نه اینم الان زنگ زد چند بار. بعد الان فکر کرده که خوابیدم، زنگ زده به گوشیم. نه مامان، کتاب قرار بود بدم بهش، قرار بود با هم دیگه بیاد اینجا، میخواستیم درس بخونیم. آره دیگه. مامان شما کی میایین؟ نهار بذارم دیگه. باشه پس نمیذارم. باشه مامان، من برم جواب بدم. این بنده خدا دم دره. باشه قربونشون. باشه چشم. خداحافظ. چی شد؟ خاله چی گفت؟ همون حرفای همیشگی. کی میان؟ نمیدونم آقا کاظم. محمد این وسط چی میگه؟ محمد نیست. الو توی پشت در؟ الان میام در باز میکنم. پس کی احسان؟ یه وقت سوتی موتی ندین جلو بابکا. بابا چی کار داری؟ باشه دیگه تام بابا. خلاصه تابلو بازی در نیارید جلوش. آنتنه حوضون هست. بچه ها ببینید کی اومده. دیجی بابک. خب برو دیگه مسئله جمع کن. سزار وایساده منو نگاه میکنه. بریم برو. آقا بریم. بیا شله بیا دوتایی. یکی احسان. این چشه؟ قاطی ها. چطوری؟ بچه‌ها ببخشید صبح زود بیدارتون کردم ها. با احسان هماهنگ کرده بودم صبح میام وسایل برمی دارم میبرم. کجا میری؟ پدرام داداش بیا. داداش بدبخت شدم رفت. باز چی شده؟ هیچی بردن. چیو بردن؟ وسایل بابکم بردن. بابک؟ چه وسایلی؟ کی برد و میبرد و این چیزا رو دیگه.
بابا من که چیزی نگو. خب شاید دیشب برده. احتمال دیشب میخواست ببره. من خاک بر سر گفتم نمیخواد، بذار اینجا صبح با این رقص نورا همه رو جمع کن با هم اون بریم. گشتی مطمئنی؟ گشتم دیگه، اگه فکر می‌کنی نگشتم برو خودت بگرد. وای پدرام چی؟ این باباش خیلی کلیده، خیلی کلیده. نمیایم بدبخت شدیم رفت. چی شده مگه دوباره؟ وسیله این بابکه رو دوز برده. احسان کجایی بابا؟ بیا دیگه. دارم میام بابا، الان دارم چای میریزم میام. کنم بابا من اصلا نمیخوام اینو ببینم. آخ زایه است. خب تابلو اینجا وایسیم دیگه، منم که نمیتونم بگم. پدرام جون من کار خودته، یه جوری جمعش کن.